سلام. امروز اومدم 3 تا از بازی‌های ترسناک PS4 رو به شما معرفی کنم. بازی‌هایی که امتحان کردنشون ضرری نداره. شماره 3 بازی اوتلست هستش که شما رو در نقش یک مرد برای تحقیق توی جنگل میذاره. شما به جایی میرسید که حاضر بودید هیچ وقت اونجا نرید. این بازی شما رو با شخصیت‌های ترسناکی مواجه میکنه و باعث میشه هیجان بازی و ترسناک بودن بازی رو زیاد کنه. شماره 2 لیتل نایتمرز هستش که یک بازی فوق‌العاده زیبا هست. لیتل نایتمرز شخصیت هایی رو برای شما میاره که هم شما میتونید بترسید، هم از مکان بازی میتونید حس خوبی رو بگیرید. لیتل نایتمرز برای شما پازل هایی رو گذاشته که باید انجام بدید. در لیتل نایتمرز 2 شخصیت به اسم سیکس و مونو هستند و شخصیت اصلی این بازی مونو هست که شما هدایتش میکنید. شما با انجام دادن پازل های این بازی رو جلو میبرید و با شخصیت های ترسناک جدیدی مواجه میشید. هر شخصیت با مکان های خاص خودش و زیبایی های خاص خودش. و در نهایت شماره 1 بازی اینسایت هستش. میتونم با قطعه بگم که این سایت بازی نیست که حتی یک شخصیت ترسناک واسه شما بیاره. این سایت بازی که شما میتونید پازل های اونو به زیبایی حل کنید. این سایت نه خیلی سخته و نه خیلی آسونه. پازل های اون به راحتی انجام میشه. ولی شما با کوچکترین خطا میتونید بمیرید. این سایت بازی مثل لیتل نایتمرز هستش که بازی 2 بعدی و باید پازل های اونو حل کنید. این سایت قرار نیست شما رو بترسونه، بلکه قراره به شما یک حس خوبی هم بده.